مبارک همه کسایی که ارتباط گرفتن، مبارک خودم، مبارک همه آدمایی که دونه دونه آدم‌هایی که اون احوال بایدی رو دریافت کردن. خیلی سپاسگزارم از همگی، خیلی سپاسگزارم از فیدبکاتون، خیلی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید شنیدید. خیلی خیلی ممنونم و خوشحالم که صدای دلتون رو دارید دنبال میکنید. خیلی خدا رو شکر میکنم از فیدبکاتون که به من دلگرمی میده برای ادامه دادن و نمیدونید چقدر زیاد خوشحالم از این که فایده داشتم. یعنی احساس کردم که قدمی رو برداشتم که دلم بهم گفته و از همتون صمیمانه ممنونم. این ویدئوی اولم یه ذره عجیب غریبه، شلوغ پلوغه، مهم نیست. من فقط میخواستم به این بهانه قدم اولو بردارم و منتظر ویدئوهایی باشید که در واقع صداش در کست باکس و در واقع تو پادکست قرار میگیره و ویدئوشون که اینجا قرار میگیره. همین، مراقب خودتون خیلی باشید، خیلی زیاد قدر خودتون رو بدونید، خیلی زیاد. به زودی اینجا حرف‌هایی خواهم زد با جان. خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو، به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو. شکر شکر شکر.